پارگی خود را به ما بسپارید. آقا ببخشید یه مانتو میخوام جلوش باز باشه، بغلش شاید داشته باشه، پشتش هم کوتاه باشه. خانم من از این مدل مانتو بلد نیستم. عوضش یک مانتو ساده برات میدوزم، ولی هر جا رفتیم میگم وضعیت خرابه. این همه لباس سوخته ولی آخر نتونستم دهن فامیل بدوزم. جر خوردن شما نون خوردن من. زندگی مثل بشکاف، اگه نشکافی مشکافه، پس بشکاف برو جلو. این زندگی ساسونای خشتک یتر مدو. سوزن بی چیزی ما نخواست پشتش رد میکنیم، تو که دیگه جای خود داری. آقا ببخشید خشک ما رو مدوزی؟ اوه این چیکار که دیجوری پاره شده؟ گوزیدم. داداش فکر نکنیم کار او بشه بیشتر میخوره یک جسمی وارد شده تا یک بادی خارج شده بشه. آقا این شلوار ما رو تنگ میکنی؟ قربونه بشم ماهتت گشاد تو شلوار تنگ چه فایده داره؟ داش کوچرو بر دامادی مدوزی؟ ها. کی حاضر میشه؟ فردا. مطمئنی چون دامادیم فردا حاضر میشه؟ فکر نکن. او بیا درس برات بگیرم. لوک خوششانس کل رژیری نمیشه. دلم میخواد اون کسی که این قیچی رو داد دستم، این چرخو داد دستم، همین چرخو بگیرم بکنم تو کوچه های شهر پر دلگرده. اسم من عیادیه نیار جلو چشام دیه نیار. آقا به همین شلوار ما یک 6 تا جیب اضافه هم بذار. گرمی چند هست الان؟ حاضرین بشم. بله نخدا کوچولوی دند. آقا جیگر دارین؟ سیاه یا سفید؟ رنگای دیگه چی دارین؟ درسته شما جیگری ولی ما دلخوریم. آقا دنده گوسفندی کیلو چند؟ کیلو 2200. به چی آقا گیرون؟ چون دندش تو باته. آقا جیگر دارین؟ نه ما خیلی بخ. آقا 20000 تومان هم گوش میدین؟ ها ولی بیرون بر نیست. آقا مرغا تا برزیلیه؟ نه آرژانتینیه. آنکارا مسی. بعضی از همکارا پشت برگه بزنن گوشت 100% گوسفندی. وقتی می‌خریم می‌فهمی با تو بود. یک بارم بابام کنتور گاز دستکاری کرده بود، روز 1300 تا اداره گاز داد ما پول میدن. چه ربطی به قصابی داره الانی؟ تکس کم آوردم دو تا یکیش کردم. داش زحمت همین گوسفند برام قربونی می‌کنی؟ بیارش تو. نگاه هم گوشش تیکه تیکه کن، می‌خوام کباب درست کنم باش. کله‌ش هم پاک کنم، می‌خوام کله پاچه درست کنم، هم پوستش هم برام نگه دارم. می‌خوام یک کت خفن برای خودم درست کنم. استخوناش هم بیرون نریزی، خودم زنم دارم یک سوپ مشی درست کنه. فضولات هم اگه نگه داری بریزم پا باخشه که دیگه حرف نداره. خب پس بیا قبل فوتش صداش زدن گفت بزن زنگ گوشی. گوسفند بیا جلو. گوسفند. آقا شما گوسفندی؟ نمو گاو. گوشت گوسفند کی بود؟ گوسفند بیا جلو. دیت اول مبارش قصابی تا با تیک تیکشون آشنا بشه. چی شد؟ مرغ تخ کرد. نه هر قصاب ماهر میکند پوست، نه هر نون و نمک خور میشود دوست. داش همین سرش هم بذار توش. خیلی بد گفتی. چی شد؟ سیم پره رفت. این مرغ خیلی شیطونه. ما که مفروشیم ولی اینا رو چجوری میخورن؟ مدرسی بازی مورد علاقه قصاب چیه؟ چیه؟ انگیری برز.